با نام خداوندی که بر ما جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. دوستان عزیز، بر همه ما و شما معلوم است که 14 فوریه همچون روز عاشقان در بین جوانها جشن گرفته می شود و البته طول چند سال می شود که همه روز عاشقان می حسابند همین روز را، روزی 14 فوریه را. برایم که یک روز عادی هست، مثل آنه که امروز که 15 باشد، فردا 16 یک روز عادی هست. نه به عشق باوری دارم و نه به عشق عاشقی. راستی در این روز بسیار حالت‌های می شود که هست بعضی دخترانی که حیاتشان را، بکارتشان را از دست می دهند، اما پشیمان می شوند، گریه می کنند، ناله می کنند. الکی کار از کار گذشته بود، دیگر آن وقت به قفا برگشت نمی گردد، یا اینکه آن وقت به قفا برگشته شما را نمی گوید که از این کار دست بکش. هنگامی که کار را کردی، پس انتظار جوابش باش. خوب از شما خواهش میکنیم که نوار را تا آخر خوب گوش کنید. بعدا فکرهایتان را حتما در کامنتاری نویسید که کی گناهکار است، دختر یا اینکه پسر. دختری برایم پیامک فرستاد، یعنی با طریق تلگرام. در تلگرام یک شبکه داریم که با نام قصه های زندگی هست. شما میتوانید در آنجا داخل شده از قصه هایی که ما در همین جا میگذاریم با خبر شوید. تا کدام درجه این سخنها درست است یا نه، اما برایم چنین نقل کرد و شاید خود باشد، شاید دوگانه‌اش باشد، مثال آورده بود. میگوید دوگانه هم همراه دوست داشته خود برای جشن روز عاشقان همراه به سیاحت برآمدند، سیر و گشت کردند. بعداً کاری شد که آنها به یک کاری زشت و به یک کاری بد دست زدند. این کار چی کار بود؟ حسیات آنها را فرا میگیرد و با فند و فریب شیطان گرفتار میشوند. بعداً با یکدیگر همخوابه میکنند، خوابخیز میکنند. الکی کار از کار گذشته بود و دختر نیز حیات خود را از دست داده بود. میگوید پس از همخوابگی پسر به این دختر گفته است اکنون تو دیگر برایم لازم نیستی. من به فدراسیون روسیه میروم، فردا بلیط دارم و تو میتوانی که رفته با یگان کسی که خواهی ازدواج کنی، یعنی با شوهر برایی. دختر پس از شنیدن این سخنها دیگر غمگین میشوند، گریه میکنند، ناله میکنند. الکی دیر شده بود، الکی حیات خود را سوزانده بود. بینید که در این روز هست بسیار شخصان جوانهایی که فن میکنند، فریب میکنند و هست بسیار دخترهایی که با فند و فریب همون جوانها باور کرده حیات خود را میسوزانند. دیگر تا آخر عمر خود را نمیبخشند، اما دیر میشود، دیر. برای همین شخصانی که عاشق هستید، شخصانی که یکدیگر را دوست می‌دارید، دوست داشتن آن نیست که خود را در صفحه اجتماعی رکلام کنید، بگید که دوستت می‌دارم، عاشقت هستم. تنها به خاطر الله دوست دارید، شاید آن وقت زندگی خوب نسبت به شما گردد. اما فراموش نکنید که چگونه که بزرگان گفتند دختران مثل گوسفند و پسران مثل گرگ. وقتی البته گرگان در استعمال و در استفاده گوسفندان است. احتیاط باشید و زندگی خود را برای باور کردن بعضی دروغ‌ها حیات خود را نسوزانید، زیرا حیات چیزی است که در یک دقیقه شما را میتواند خوشبخت یا اینکه بدبخت گرداند. دوست دارید تنها به خاطر الله باشد، نه به خاطر عشق و عشقی و نه به خاطر عیش و عشرت، نه به خاطر جوانی. خداوند نگهبان شما باشد.